سلام علیکم. برنامه خبری تحلیلی پیامنیوز است. با شما شوکت محمد هستم. اینک سرخط خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. بندیتگری های یوسف رحمان یا چگونه دادستان کل تاجیکستان خانه ژورنالیست الک پانفیلوف را ضبط کرد. ازبکستان از بحر کارهای خیریه و آبادانی صاحبکاران برآمد. تاجیکستان کی به این اقدام دست میزند؟ باز هم مهلت عوضی شناسنامه تمدید شد. این دفعه با امر امام علی رحمان. روزنامه‌نگار و نویسنده شناخته الک پانفیلوف میگوید یکی از دو خانه غصب شده او در دوشنبه را شخص دادستان کل امروزه تاجیکستان یوسف رحمان غصب کرده است. پانفیلوف سال 1992 از تاجیکستان خارج شده حالا در گرجستان به سر میبرد. طبق گفته او یک خانه اش را برابر رفتنش از تاجیکستان در همان سال 1992 غصب کردند. او آن زمان در خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس کار میکرد. خانه دیگرش را که در مرکز دوشنبه کوچه پوشکین خانه 6 حجره 24 قرار داشت سال 1997 یوسف رحمان از خود کرده است. تا آن زمان خانه را همسایش گنرال فرخ نیازوف نگاهی بین میکرده است. با استناد به وکیل دفاعش الک پانفیلوف میگوید که یوسف رحمان که آن وقت در دادستانی حربی کار میکرد از آن خانه برای واخوری با معشوقه هایش استفاده میکرد و گاهی در اختیار دوستانش هم میگذاشت. بعداً آن را به نفر دیگر فروخته است. سال 2002 پانفیلوف برای برگردانیدن خانه هایش وکیل دفاع کرا میکند، اما او را میترسانند و وکیل از ادامه بردن کار روزنامه‌نگار دست میکشد. بعدیان وکیل دفاع پانفیلوف نیز خودداری میکند و تمام حجت‌های این دو خانه هم در دست او باقی میمانند. این روزنامه‌نگار شناخته میگوید دلش به خانه‌هایش نمیسوزد، ولی بایگانی که در خانه یک حجرگیش داشت بی‌بها بود. در آن حدود 10,000 کتاب که بینشان کتاب‌های قدیمی هم زیاد بودند، دستنویسی کتاب‌های آغاز کردهش، موادهای اکسپدیسی در یخناب در 3 سال کردهش و عکس‌های زیاد سر از آخر عصر 19 وجود داشتند. دیرتر انیقترش سال 2004 الک پانفیلوف برای رئیس جمهور امام علی رحمان با مکتوب برای برگردانیدن خانه‌اش مراجعت می‌کند، اما تا به حال به مکتوب خود جواب نگرفته است. اینجا می‌خواهم شرح این قضیه را از خود الک پانفیلوف شنویم. Бежал из Таджикистана в декабре 1992 года. И за несколько месяцев до этого я купил еще одну квартиру. У меня была маленькая однокомнатная квартира на Бинокорон, там, где была моя библиотека, где был мой архив. И я купил еще одну квартиру на улице Пушкина в центре Душанбе, в таком правительственном доме. И в сентябре 2001 года, когда Рахмонов меня пригласил на 10-летие Республики Независимости, то была встреча, на которой я ему задал вопрос о своей квартире. Я спросил, что мне делать, потому что они захвачены. Тогда Рахмонов сказал, что у нас было такое время, когда всякие бандиты захватывали квартиры. Кто захватывал мою маленькую квартиру на Бинокорон, я не знаю. А вот квартиру на улице Пушкина захватил бандит Юсуф Рахмонов, который тогда был военным прокурором Таджикистана. Через несколько лет я нанял адвоката, который начал собирать все документы. Он собрал все документы, подтверждающие право на владение этими квартирами, но однажды его вызвал генеральный прокурор, и адвокат от него вернулся очень расстроенным и сказал, что он отказывается заниматься моим делом. Я так понимаю, что его просто запугали. Потому что этой квартиры в центре Душанбе
владел главный военный прокурор. Вот, собственно, и все. Я потом написал письмо Рахмонову, Эмомали. Написал, но никакого ответа не было. И вот на этом все и замолчало. الک پانفیلوف با پیام گفت که هرگز از شهروندی تاجیکستان دست نکشیده است و شهروندی کشور دیگری را هم قبول نکرده است. تأکید کرد وظیفه خود می‌داند که علاقه‌اش با وطنش تاجیکستان را نه تنها در کار هر روزه خود بلکه شهروند تاجیکستان بودنش را باید حفظ کند. تا این زمان الک پانفیلوف تنها شناسنامه خدمتی خارجی دارد. وقتهای آخر همچون کارشناس اداره نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید به آزادی وسایط اخبار عموم کار میکند. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان روز 13 آگوست فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن شورای وزیران قرقلپاکستان حکومت‌های ولایت‌ها، شهر تاشکند، ناحیه‌ها و دیگر شهرهای ازبکستان حق ندارند صاحبکاران را به فعالیت‌های جلب سازند که مستقیما شامل عهده‌داری‌های آنها نیست. من بعد حکومت حق ندارد به سرمایه‌گذاری، کارهای خیریه، آبادانی، سبزکاری، جمع‌آوری آهن و کاغذپاره و کارهای دیگر صاحبکاران را جلب نماید. همچنین حکومتداران حق ندارند صاحبکاران را به هر گونه کارهای موسمی، کشاورزی، کشت و جمع‌آوری حاصل و دیگر چاره‌بینی‌های مربوط به جلب نیروی مهنتی، مبلغ و دیگر خرچ‌های مالی استفاده برند. علاوه بر این حکومت‌های ولایت‌ها، شهر تاشکند، ناحیه‌ها و دیگر شهرها منبت حق ندارند با جلب اجباری صاحبکاران جلسه برگزار کنند. این در حالی است که در تاجیکستان بار معرکه‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دوش صاحبکاران است. 90% انشاءات جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت هم از طرف صاحبکاران بنیاد می‌گردد. اما لنت اشان را امامعلی رحمان می‌برد. رسانه‌های دولتی هم آن را چون غمخواری پیشوای ملت به مردم جلوه می‌دهند. اکنون چند خبر رویدادهای دیگر را برایتان همکارمان صفیه واحدا و مختصر گزارش می‌دهد. رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره تا 15 فوریه سال 2020 دراز کردن مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها با آیدی شناسنامه‌ها قرار به امضا رسانید. در این باره خبرگزاری ازیا پلوس با استناد از یک منبعش از حکومت جمهوری خبر داد. قبلا رسانه‌ای شده بود که مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها با آیدی شناسنامه‌ها تا 31 دکبر سال روان دراز کرده می شود. وزیر کارهای داخلی جمهوری رمضان رحیمزاده قید کرده بود که شناسنامه‌های نمونه سال 1996 تا آخری مهلتشان عمل می‌کنند، زیرا عمل آنها را کسی بیکار نکرده است. اما ساکنان شکایت دارند که در بانک‌ها و مؤسسه‌های دولتی مراجعت شهروندان را با شناسنامه نمونه سال 1996 قبول نکرده ایستادند. یادرس میکنیم که با مقصدی از نو به قیدگیری سیم کارت‌های موبیلی شخصانی که با شناسنامه‌های نمونه سال 1996 به قید گرفته شدند، طبق فرمان حکومت از 30 اپریل سال 2016 میبایست آنها سیم کارت‌های خود را با کارت آیدی نمونه سال 2014 تا 15 آگوست سال روان از نو به قید میگرفتند. کارشناسان میگویند چندین بار عوض کردن مهلت آخری عوض شناسنامه نشانگر آن است که این تصمیم حکومت بدون هیچ تحلیل و شناختی واقعیت عاصمه سرانه گرفته شده است. در 7 ماه سال روان 8 کارمند ناظرات اندازی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برای دست زدن به عمل‌های کورپسیونی از طرف کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا دستگیر شدند. این خبر را معاون سرداری ریاست اندازی ولایت ختلان عبدالرازق صالح به نشریه فرج تصدیق کرده گفته است که از 8 نفر کارمند ناظرات انداز که در 7 ماه دستگیر شدند، 5 نفر کارمند ناظرات اندازی ناحیه عبدالرحمانی جامی، 2 نفر کارمند ناظرات اندازی شهری باختر و 1 نفر دیگر از ناحیه یاوان می باشند. طبق اطلاع منبع همه کارمندان دستگیر شده ناظرات اندازی ولایت بعد بازداشت از وظیفه‌هایشان سبکدوش شدند. گفتنی است فساد در تمام نهادهای حکومت تاجیکستان خصوصا در خود اگنتی مبارزه با کورپسیا ریشه دوانیده است. اگنتی برای نشان دادن فعالیت خود گاه چند کارمند قطاری از نهادها را همین گونه قربان می‌کند. سرنوشت کشتی نفتکش ایرانی که انتظار می‌رفت از طرف گیبرالتر آزاد کرده شود ناروشن می‌ماند.
ایالات متحده در دقیقه‌های آخر که کشتی رها کرده میشد کوشش کرد کشتی را ضبط کند. حکومت گیبرالتار روز 15 آگوست در یک اظهارات گفت وزارت عدلیه آمریکا برای به دست آوردن کشتی گریس یک باید قطار ایبنامه‌هایی که اکنون بررسی میشوند درخواست کرده است. روزنامه خرانیل گزارش داده است که درخواست آمریکا چند ساعت پیش از آن رسید که حکومت گیبرالتار کشتی گریس یک را آزاد کردنی بود. بنا به این گزارش دادرسی دادگاه آنتونی داتلی گفته است اگر درخواست ایالات متحده آمریکا نمی بود کشتی الکی رفته بود. این کشتی را روز 4 ایول مقامات گیبرالتار با یاری نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا بازداشت کرده بودند. شبکه حقوق بشری سوریه اعلام کرد رژیم اسد 1916 پناهجو را که بین سالهای 2014 تا 2019 به سوریه بازگشتند بازداشت کرده است. شبکه حقوق بشری سوریه SNHA طی گزارش اعلام کرد که رژیم بشار اسد 1916 غیر نظامی را که بین سالهای 2014 تا 2019 از کشورهایی که به آنها پناه برده بودند و به سوریه بازگشتند بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش 219 تن از بازداشت شدگان کودک و 157 تن از آنها نیز زن هستند. همچنین 15 غیر نظامی مورد شکنجه قرار گرفته جان خود را از دست دادند. این در حالی است که از سرنوشت 638 نفر از 784 زندانی خبری در دست نیست. بر اساس گزارش مذکور که در تاریخ 30 اپریل سال جاری منتشر شد، از آغاز جنگ داخلی در سوریه 14,000 زندانی تحت شکنجه رژیم بشار اسد جان باختند. با همین برنامه امروزی پیام نیوز به نهایت خود رسید. امیدواریم برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را پیگیری می‌کنید. هر کی آماده همکاری با ماست و یا شاهد حادثه و رویدادی می‌شود، لطفاً به رقمی که در نوار می‌بینید زود تماس بگیرید. در حالتی به ما رسانیدن معلومات مهم مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می‌شود. در حفظ الله بمانید. خیر تا هفته دیگر.